پشت سر من آکواریوم معروف شهر اوزاکای ژاپن رو می‌بینید. 30 سال پیش این بزرگترین آکواریوم جهان بوده، ولی خب امروز دیگه نیست، ولی خیلی باحاله. بریم یه نگاهی بکنیم. آکواریوم کایوکان یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین بناهای توریستی جهانه و دقیقاً کنار بندر اوزاکای ژاپن قرار گرفته. یه کمی جلوتر به یه تونل آبی میرسیم که خودش یه آکواریومه و این ورودی اصلی بنای کایوکانه. قانون اول که برای ساخت این آکواریوم مد نظر داشتن اینه که بنایی که میسازن دقیقاً مشابه زیستگاه اصلی جانوران باشه. توی ورودی یه سری از جونورایی میبینین که توی خشکی زندگی میکنن، مثل این سامورای ژاپنی. بعد از اونم میرسیم به قسمت پنگوئن‌های امپراتور که خیلی هم به دقت و با وسواس بهشون رسیدگی میشه و تغذیه میشن. اینجا قسمت دلفیناست، ببینید چه بازیگوشن، قشنگ میان با مردم ارتباط برقرار میکنن و میپرن بالا. هر قسمت از این آکواریوم به شکل یکی از نقاط جذاب کره زمین ساخته شده، از اقیانوس آرام بگیرید تا قطب شمال و قطب جنوب. به طور کلی توی کایوکان بیش از 30,000 گونه جانوری جا داده شده و شما میتونید